تو بی پول و بدبختی، اما من عاشقتم. از دو جمله بالا کدومش از من پذیرفتی؟ ما هر چیزی رو که باور کرده باشیم هم میبینیم هم میشنویم. اگر جمله اول منو پذیرفته باشی، جمله دوم منو دیدی ولی انگار ندیدی. این یه قانونه. برنامه ذهن ما هم دقیقا همینطوری عمل میکنه. هر چیزی رو که باور کردی توی اون مدار قرار میگیری و اون جنس اتفاقات رو تجربه میکنی. و اگر ذهن تو روی فقر تنظیم شده باشه، حتی اگر موقعیت‌های مالی عالی سر راهت قرار بگیره، امکان نداره تو بپذیریش، و یا اگر بپذیریش یه اتفاقی میفته که جور نمیشه. حالا برعکسش، اگر ذهن تو روی ثروت تنظیم شده باشه، امکان نداره موقعیت فقر و بیپولی سر راهت قرار بگیره. حتی اگر هم قرار بگیره تو اون رو نمیپذیری. اگر هم بپذیری یه اتفاقی میفته که جور نمیشه. ساده تر از این دیگه نمیتونستم توضیح بدم.